سلام دوستان عزیز، وقتتان بخیر. امیدوارم که حالتان خوب باشد. امروز میخواهم به شما نشان دهم چگونه به سادگی میتوان یک اکاونت فروشنده در مارکت بین المللی هواتیله بسازیم. اگر فروشنده هستید و میخواهید محصولاتتان را آنلاین به فروش برسانید، با مارکت بین المللی هواتیله یک جاش و فروشاتتان را جهانی سازید. برای شروع اول وارد سایت هواتیله.com میشوید. بعد در قسمت پایین Start Selling Account، بعد Create Seller Account. حالا در این قسمت چند معلوماتی که شما خواسته باید پر کنید. اول Full Name، بعد ایمیل تان میزنید، بعد پسورد تان میزنید، و بعد رجیستر رو کلیک میکنید. در ایمیل تان یک وریفیکیشن کد یا OTP روان شده که امکان داره در دو جای موجود باشه، یکی که در صندوق ورودی ایمیل تان یا نه. اگر در اونجا نبود میتونید چک کنید اسپم تان. در اسپم 100% ایمیل براتون زده شده. اون کد را گرفته و در اینجا پست میکنید. حالا با ایمیل و پاسوردی که ساختید وارد میشوید. متوجه باشید مرحله رجیستریشن تکمیل نشده. در این قسمت معلومات شخصی صاحب دکان یا صاحب کمپانی را درخواست کرده که از فرست نیم شروع شده. فرست نیم، لاست نیم، میدل نیم اگر داشته باشن، شماره تماس شخصیشان، کشوری که به دنیا آمده، با کدام ولایت در کدام ولایت به دنیا آمده و یا از کدام کشوری سیتیزنشیپ داره یا نداره. اگر نداشته باشه میتونه افغانستان از اینجا سلیکت کنه و یک فوتو و عکس که از خود صاحب دکان باشه باید اینجا وارد شود. بعد از اینکه عکس را انتخاب کردین باید اپلود فایل را بزنید. منتظر میمونیم تا فایل اپلود شود. بعد از اینکه فایل اپلود شد نیکست را کلیک میکنید. در این قسمت معلومات در مورد فروشگاه و یا کمپانی تان میخواهد که کمپانی نیمتون چی میمونید، در سایت چی میمونید، در اصل نام کمپانی تان چی هست، شماره تماس تان و لوکیشن تان اینجا ولایت و کشور، همچنان اینجا منطقه و آدرس دقیق تان، مثلا کابل افغانستان، تایمنی سرگده خونین را، و همچنان در اینجا کمپانی لوگوی تان. لوگو متوجه باشین، لوگو خیلی مهم است. لوگوی تان اینجا وارد کنید. در این قسمت هم معلومات در مورد تذکره و پاسپورت تان درخواست کرده. باید معلومات تان را پر کنید. اگر تذکره دارید میتونید از تذکره استفاده کنید. اگر تذکره ندارید از پاسپورت استفاده کنید. اگر تذکره دارین باید تذکره آیدی خود اینجا وارد کنید. تاریخ تولد، عکسی پیش روی تذکره و عکسی پشت سر تذکره. اگر پاسپورت دارین باید پاسپورت نمبر، اکسپایر دیت و همچنان ایمیج آن را وارد کنید. در این مرحله هم از شما درخواست کرده که شما چه قسم اکاونت میخواهید، پرسونال اکاونت میخواهید یا بیزنس اکاونت میخواهید. اگر بیزنس دارید یا مثلا فکتوری دارید، هر چی دارید میتونید بیزنس اکاونت رو انتخاب کنید، و یا اگر دکان ساده دارید میتونید پرسونال اکاونت رو انتخاب کنید. در پرسونال اکاونت دیگه معلومات شما درخواست نمیکنه. در قسمت بیزنس چند تا معلومات نیاز است. اول لایسنس تایپ. لایسنس چی دارین؟ شما شاپ دارین یا فابریکه؟ اگر شاپ دارین باید شاپ انتخاب کنید. اگر فابریکه دارین باید فابریکه انتخاب کنید. بعد از او لایسنس نمبر، لایسنس فابریکه تان یا لایسنس شاپ تان اینجا باید بزنید. لایسنس اکسپایر دیت چی؟ لایسنس اکسپایر دیت از متوجه باشین که اکسپایر نشده باشه. کمپانی تان در کدام سال یا استور تان رو در کدام سال باز کردین. TIN نمبر و همچنان عکسی از همون لایسنس را باید اینجا وارد کنید. بعد از اینکه
پیمنت انتخاب کردین لوکال پیمنت یا اینترنشنال پیمنت. دکمه کامپلیت رجستریشن را کلیک نموده اکاونتتون موفقانه ثبت میشه. بعد از دوباره لاگین شدن و داشبورد می روید. اینجا داشبورد سیلرتان است که در حالت پندینگ قرار داره. منتظر ایمیل شرکت هیواتیلا باشید. اکاونتتان توسط شرکت هیواتیلا چک شده و دوباره براتان ایمیل زده می شود. منتظر ایمیل باشین. آموزش امروز همینجا به پایان میرسه. وقتتان خوش.